دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنونم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده گرم و دوست داشتنیمون میشید. جمعی صمیمی از دوستانی مهربون و خوشقلب که در هیچ کانال دیگه‌ای نمیتونید پیدا کنید. معذب سرمو پایین انداختم. سجاد متوجه معذب بودنم شد و گفت: ناهار گرفتم. تشریف بیارید داخل. سهراب بغل باز کرد تا بره بغل سجاد. خواستم مانعش بشم، اما سجاد با محبت سهراب رو با یه دست و بهروز رو با یه دست دیگه‌اش بغل گرفت و گفت: زحمت آوردن ناهار با شما. سری پاکت‌های ناهار رو برداشتم و پشت سرش راه افتادم. بچه‌ها ذوق زده بودن از اینکه هر دو تو بغل سجاد هستن. از پشت سر نگاهشون کردم. کاش میتونستم تصمیم درستی برای زندگیم بگیرم، اما نمیتونستم. من هیچ رقمه بعد از کیومرث نمیتونستم به ازدواج فکر کنم. اون روز بعد از خوردن ناهار یه دفعه بهروز با هیجان رو به پدرش گفت: بابا، خاله اومده اینجا بمونه، قرار مامان من بشه. وای که از شنیدن این حرف چه حالی به سرم اومد. دستامو مشت کردم و سرمو معذب پایین انداختم. سجاد خیره نگام کرد و بوسه‌ای به سر بهروز زد و گفت: نه بابا جان، خاله خودش خونه داره، فقط قراره چند روزی مهمون ما باشه. به بهونه خوابوندن سهراب تنهاشون گذاشتم. وارد اتاق که شدم با حال خراب روی زمین نشستم و زدم زیر گریه. دلم هیچ جوره یه دله نمیشد. نمیتونستم خاطرات کیومرث رو فراموش کنم و به زندگی جدید حتی فکر کنم. شاید چند سال دیگه میتونستم، اما اون لحظه هرگز. من هنوز تو رویا و خیال با کیومرث بودم. هنوز شب قبل از خواب باهاش حرف میزدم. هنوز ته قلبم امید داشتم کیومرث زنده باشه و روزی بتونم برگردم پیشش. من تا زمانی که با چشمای خودم مزار کیومرث رو نمیدیدم، محال بود باور کنم رفته و تنهامون گذاشته. عصر بود که مینو خانم اومد سراغم و ازم خواست برم تو سالن. میگفت آقا سجاد کارم داره و میخواد با هم صحبت کنه. سهراب رو که تازه بیدار شده بود بغل گرفتم و بیرون رفتم. مینو خانم بچه‌ها رو با میوه و شیرینی سرگرم کرد و من به سمت سجاد رفتم. روی مبل روبروش نشستم و خیره شدم به گلای قالی. سجاد نفسی تازه کرد و گفت: میخواستم یه بار دیگه شانسم رو امتحان کنم. هرچند منیژه آب پاکی رو ریخته رو دستم و گفته شما به مرد دیگه ای فکر میکنید. به مردی که مدت هاست فوت شده. بهتون حق میدم، چون منم تجربه تلخی که شما داشتید و داشتم. منم سالها بعضای زنم نشسته بودم و البته که تا ابد یاد و خاطرش از ذهنم پاک نمیشه. اما بچه‌ها، اونا حق دارن طعم داشتن پدر و مادر رو بچشن. ما هر دو هم دیگر رو درک میکنیم. از طرفی بهروز شما و سهراب جان رو دوست داره. حقیقتش خواستم یه بار دیگه خودم باهاتون حرف بزنم تا بعدها بابت سکوتم پشیمون نشم. همونطور که سرم پایین بود آروم گفتم: من مدت زیادی نیست همسرم رو از دست دادم. کمتر از 2 ساله. من هنوز باور نکردم که شوهرم فوت شده. روزای سختی رو پشت سر گذاشتم و از لحاظ روحی آماده پذیرش یه زندگی جدید نیستم. حداقل الان این آمادگی رو ندارم. من میدونم خیلی بهتون زحمت دادم و متاسفانه نمیتونم این همه زحمت شما رو هم جبران کنم. سجاد در سکوت خیره شد به بچه‌ها. منم میدونستم بچه‌ها حق داشتن یه خانواده خوب دارن. شاید بعد از روشن شدن تکلیفم منم تصمیمی گرفتم دل بدم به دل سجاد و بهش جواب مثبت بدم. نمیدونم. شایدم هیچ وقت نمیتونستم اینطور تصمیمی بگیرم. اما هرچی که بود بعد از اون ماجرا سجاد کمتر میومد خونه. اما بهروز مدام خونه بود و حسابی با سهراب من اخت گرفته بود. سهرابم با اون خیلی اخت گرفته بود و حسابی با هم بازی میکردن. منیژه تو این مدت یه بار بهم سر زده بود. اما گفته بود که از عادل خبری نیست و من روز به روز نگرانتر میشدم. یادمه روز 4 بود که خونه آقا سجاد بودم و دیگه حسابی کلافه شده بودم. از کارم مرخصی گرفته بودم و کل روز جز نگاه کردم به بازی سهراب و بهروز هیچ کار دیگه‌ای نداشتم. و این برای منی که عادت به کار کردن چه توی خونه و چه بیرون داشتم خیلی سخت بود. طرفای ظهر بود که زنگ خونه به صدا در اومد. تو اتاق داشتم با بچه‌ها بازی می‌کردم. سری از اتاق بیرون زدم و از پنجره نگاهی به حیاط انداختم. منیژه بود. دیدم هل زده مینو رو کنار زد و دوید سمت سالن. سری بیرون رفتم. با دیدنش ترس افتاده بود به جونم. گفتم حتما عادل گیر افتاده و منیژه اومده تا بهم خبر بده. منو که دید نفس زنو روی پله ها نشست و گفت: اومده. جلوش زانو زدم. شونه هاشو گرفتم و با ترس گفتم: کی اومده؟ درست حرف بزن منیژه.
مینو دوید و لیوان آبی برای منیژه آورد. منیژه یه نفس آب و سر کشید و رو به من که با نگرانی داشتم نگاش می‌کردم گفت زنده است. شوهرت کیومرث زنده است. برای لحظه‌ای حس کردم خوابم یا شاید رویا و خیال بود. حق هم داشتم همچین خوابی ببینم. من کل روزامو داشتم به کیومرث فکر می‌کردم. اصلا من همچین صحنه‌ای رو تو ذهنم بارها و بارها مرور کرده بودم. اینکه منیژه هراسون بیاد و خبر زنده بودن کیومرث رو بهم بده. منیژه که گیج و منگی منو دید دستی به بازوم زد و گفت خدا مرگم بده. خیر سرم اومده بودم خبر رو یواش یواش بهت بدم. ببین چطوری بهت گفتم. محجبی خوبی؟ منو ببین. کیومرث زنده است. یادت همش میگفتی یه حسی ته قلبت میگه کیومرث زنده است. اون وقت من خاک بر سرم بهت میگفتم چون مراسم خاک سپاریشو ندیدی و سر مزارش نرفتی اینطور حس میکنی. نگو حرفات درست بوده. بهت دروغ گفته بودن. میخواستن شما رو از هم جدا کنن. چشمم به سهراب افتاد که داشت به سمت حیاط میومد. کیومرث زنده بود. مردی که نزدیک به 2 سال به عزاش نشسته بودم زنده بود. چطور باور میکردم؟ چنگی به قلبم زدم و از ته گلو نالیدم. قسم بخور بگو که راست منیژه که حالا اشکاش سرازیر شده بود گفت به روح مهدی قسم که زنده است. اینجاست خونه ما. نذاشتم بیاد. گفتم زن بیچاره تو رو ببینه پس میافته. بذار اول خودم برم بهش خبر بدم. من خاک بر سرم که اینطور هیجان زده خبر رو دادم هول کردی. بی اختیار محکم سهراب و بغل گرفتم و زدم زیر گریه با صدای بلند. اونقدر بلند که تلافی تک تک روزایی که گریم و تو گلوم خفه میکردم در بیاد. مینو خانم شربت گلاب رو به زور به خوردم داد. سهراب چسبیده بود به هم و بغض کرده بود و منیژه با چشمای قرمز تلاش میکرد دل داریم بده. گریه چرا قربونت برم؟ مگه آرزوی صبح و شبت این نبود که شوهرت زنده باشه؟ پاشو ماشین جلوی دره. ما رو میرسونه خونه. با همون بلوز و دامنی که تنم بود از جا بلند شدم. بدون جمع کردن وسایلم همراه سهراب به سمت کوچه حرکت که نه. پرواز کردم. راننده ماشین رو میشناختم. از آدمای خام بود. ما رو که دید تکش رو از ماشین برداشت و با احترام سلام کرد. یه دفعه ترسی افتاد به جونم. اگه همه اینا بازی بود تا منو گیر بندازن و سهراب از چنگم در بیارن چی؟ چنگی به دست منیژه زدم و با ترس گفتم بهم که دروغ نمیگی. کیومرث اگه اینجاست پس چرا خودش نیومده؟ منیژه اخ میکرد. منو اینجور شناختی محجبین؟ بهت گفتم جونمم بدم تو رو دست اون قوم ظالم نمیدم. من خودم خواستم بیام اول بهت خبر بدم. ترسیدم یه دفعه اونو ببینی بلایی سرت بیاد. شوهرت گفت به محجبین بگو اول عاشق اسمت شدم بعد عاشق خودت. گفت اینو بگی باورش میشه. محجبین من اگر نذاشتم شوهرت بیاد فقط واسه خاطر این بوده که نمیخواستم اون حتی بو ببره که تو خونه یه مرد مجردی. نمیخواستم دلچرکین بشه. گفتم خونه یه دختر خالمی. ترسیدم بیاد و دست مرو بشه و دیگه دلش باهات صاف نشه. اینو که گفت دلم آروم گرفت و مطمئن شدم که راستشو میگه. سوار ماشین شدم. جوری میلرزیدم انگار قرار بود جون از تنم بره. از شدت هیجان آروم و قرار نداشتم. منیژه هم سفت دستمو گرفته بود و با هیجان از دیدن کیومرث میگفت. من داشتم بساط ناهار رو به پا میکردم که در خونه رو زدن. یکی با مشت افتاده بود به جون در. با خودم گفتم خاک بر سر شدی منیژه. حتما عادل این زن بیچاره رو لو داده. حالا اومدن دنبالش. سری رفتم در رو باز کردم که به جای عادل یه مرد جوون رو دیدم. تا منو دید با یه حال عجیبی گفت کجاست؟ محجبین کجاست؟ هر زده گفتم محجبین کیه آقا؟ ما محجبین نداریم اینجا. همون لحظه آقا عادل رو پشت سرش دیدم. بیچاره سر و صورتش کبود بود. مشخص بود حسابی کتک خورده. عادل جلو اومد و گفت این مرد شوهر محجبینه. گفت کیومرث خانی که همه خیال می‌کردیم فوت شده زنده بوده. منو میگی انگار جون از تنم رفت. زبونم بند اومده بود. گفتم چطور همچین چیزی ممکنه؟ گفتن ماجراش مفصله. تعارفشون کردم بیان داخل. گفتم محجبین اینجا نیست شما بمونید من میرم پیش. شوهرت که باور نمی‌کرد. همش میگفت دارید بهم دروغ میگید. بیچاره رنگ به صورت نداشت. همین که گفتم محجبین اینجا نیست وحشت زده گفت نکنه شوهر کرده. خلاصه که خیالش رو راحت کردم زنشون قد بهش وفادار بوده که جز اسم اون اسم هیچ مردی رو نیورده. گفتم شما بمونید من میرم میارمش. خودمم یواش یواش بهش میگم تا شوکه نشه. اما خب چه کنم؟ نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. اونقدر هیجان داشتم که نفهمیدم چطور خبر رو بهت دادم.
با اشک و لبخند خیره شدم به خیابون. مسیر انگار کش اومده بود و هر ثانیه‌ای به قدر ساعتی می‌گذشت. همین که رسیدیم در خونه، ماشین هنوز کامل متوقف نشده بود که سهراب و بغلم گرفتم و پیاده شدم. انگار روی ابرا بودم. در نیمه باز خونه رو هل دادم تا باز بشه و چشم تو چشم بشم با مردی که 2 سال تموم تو حسرت نبودنش اشک ریخته بودم. مردی که سر درد زایمانم فقط دیدن اونو از خدا خواسته بودم. لاغر شده بود. رد زخم عمیقی روی پیشونی و شقیقش بود و رنگ به صورت نداشت. منو که دید دوید سمتم و بی حرف بازومو گرفت و کشیدم تو بغلش. بهش قطعاً همونجا با همون لحظه بود. تو آغوش مردی که فکر می‌کردم از دستش دادم. تو آغوشش در حالی که اشک می‌ریختم از ته دل خدا رو شکر کردم که یه بار دیگه بهم فرصت داد تا طعم عاشقی رو بچشم. یه بار دیگه بهم فرصت داد تا کنار مردی که از مردونگی هیچی کم نداشت زندگی کنم. نفس بکشم. زنده بشم. انگار تنمو از گور بیرون کشیده بودن و بهم فرصت دوباره زندگی کردن داده بودن. دوباره عاشق شدن. با صدای اعتراض سهراب که تو بغل ما فشرده شده بود به خودمون اومدیم. کیومرث کمی ازم فاصله گرفت و با چشمای خیس از اشک نگاهی به چهره شاکی سهراب انداخت. سهرابو گرفتم سمتش و با گریه گفتم: سهراب جان، باباست، بابا کیومرث. زمزمه کرد: اسمشو سهراب گذاشتی؟ و این اولین کلماتی بود که با طنین خوش صداش بعد از 2 سال میشنیدم. سری به نشونه مثبت تکون دادم. اون لحظه حتی اگر میمردمم گله‌ای نداشتم. من به آرزوی قلبیم رسیده بودم و همین برام بس بود. کیومرث سهرابو گرفت و محکم در آغوش کشید و چنانی اونو به خودش چسبونده بود انگار که میترسید دستی از غیب بیاد و ما رو ازش جدا کنه. منیژه با صورتی خیس از اشک و صدایی گرفته دستی به شونم زد و گفت: خدا بگم چی کارتون نکنه. اشک همه رو در آوردید. بریم داخل. وقت برای حرف زدن و رفع دلتنگی زیاده. کیومرث بدون یک کلمه حرف با قدردانی نگام کرد و دستشو به سمتم گرفت. دستمو تو دستای گرم و مردونش گذاشتم و با لبخندی که محال بود از لبم دور بشه به سمت اتاقمون رفتیم. نیاز داشتیم کمی با هم تنها باشیم. منیژه دست دراز کرد تا سهرابو بگیره و گفت: سهرابو بذارید پیش من. کیومرث سری تکون داد. ممنونم، اما نمیخوام بعد از این خانواده‌ام لحظه‌ای از هم دور باشن. وارد اتاق که شدیم سهراب زمین گذاشت و دست دور کمرم حلقه کرد و منو چسبوند به خودش و عمیق گردنمو بوسید و زمزمه کرد: اگه بدونی چی بهم گذشته، اگه بدونی چقدر حرف دارم برات، کجا رفتی مهجبین؟ چرا دروغاشونو باور کردی؟ خواستم توضیح بدم که مانعم شد و گفت: همه چیزو از زبون عادل شنیدم. میدونم چطور راهت به این شهر و این خونه باز شده. میدونم تو چه شرایط سختی این بچه رو به دنیا آوردی و بزرگش کردی. اینو گفت و منو نشون کنار خودش. سهراب غرغر کنم به سمتمون اومد و با دست کیومرث رو کنار زد و روی پام خوابید. لبخندی به حسادت بچگانش زدم و گفتم: بچه‌م عادت نداره کسی رو انقدر نزدیک به مادرش ببینه. خیلی تنها بودیم کیومرث. خیلی بیکس بودیم. بدتر از هر چیزی این بود که من فکر می‌کردم دور از جونت بلایی سرت اومده. انقدر همه نقششون رو خوب بازی کرده بودن که باورم شده بود. فقط یه حسی ته قلبم میگفت تو زنده‌ای. حتی یادمه مدتی بعد از ساکن شدنمون اینجا از عادل خواهش کردم سری به ده بزنه. اومد و برگشت و گفته سیاه پوش بوده. میگفت پدرش گفته خان دنبالشه و اگه دستش بهش برسه معلوم نیست چه بلایی سرش میارن. واسه همین ترسیدیم و ترک ده کردیم. خودم به درک. من از جون این بچه میترسیدم. اونا به راحتی آب خوردن فردوسو از بین برده بودن. دختر بیچاره به خاطر طرفداریش از من جونشو از دست داده بود. معلوم بود به سادگی از من نمیگذرن. سرمو چسبوندم به کیومرث و فرو رفتم تو آغوشی که روزها و ماههای زیادی در حسرتش سوخته بودم. کیومرث همونطور که موهامو نوازش میکرد و هر از گاهی بوسه‌ای روشون مینشون مشغول تعریف از گذشته شد. از روزهای تلخی که من خیال میکردم از دستش دادم و اون جایی دورتر از ما تو زندون بوده. همه چیز از قبل برنامه‌ریزی شده بود مهجبین. اینو خیلی وقت فهمیدم. ادعای اون مرد واسه مالکیت زمینا، جسور شدنش و سر جنگ برداشتنش با من، همه نقشه‌ای بود تا من راهی شهر کنن. اینجوری میتونستن تو مرحله اول فردوسو از سر راه بردارن تا تو توی اون عمارت تک و تنها باشی. من که رفتم دادگاه هنوز وارد نشده بودم. اون مردک اومد جلو واسه زبون درازی. سر جنگ داشت باهام.
مدام شاخوشونه میکشید و فحش میداد تا منو عصبانی کنه. منم نتونستم جلوی خودمو بگیرم. باهاش دست به یقه شدم و هولش دادم و خورد زمین. سرش به لبه یه جدول خیابون خورد و برای مدت طولانی بیهوش موند و دقیقاً از همونجا منو بازداشت کردن. اون مرد رفته بود تو کما و چندین شاهد هم منو دیده بودن. خبر فرستادم برای خان. گفتم میاد و از خانواده‌اش رضایت میگیره و منو آزاد میکنه. اما شاید باورت نشه. 3 ماه تموم پدرم منو بازی داد. مدام میومد و میگفت خانواده‌اش رضایت نمیدن. گفتن تا مردمون به هوش نیاد رضایت نمیدیم. نگرانت بودم. روز و شبمو نمیفهمیدم چطور میگذره. 1000 بار از پدرم خواهش کردم تو رو بیاره شهر دیدنم. اما اون مدام میگفت نمیشه. زندون جای زن جماعت نیست. حالم خراب بود. ترس اینو داشتم که در نبودم بلایی سرت بیارن. 3 ماه تموم تو اون زندون لعنتی عذابم دادن. فهمیده بودم یه جای ماجرا میلنگه. وگرنه مگه میشد خان نتونه از رعیتش رضایت بگیره. اونم خانه این پدر من که حرفش واسه رعیت سند بود. خیلی راحت میتونست با وعده زمین و پول رضایت بگیره و تنها پسرشو از زندون بیاره بیرون. برای همین دیگه معطل نکردم و از طریق یکی از همبندیام که داشت آزاد میشد اقدام کردم و یه وکیل گرفتم تا از خانواده شاکی رضایت بگیره. بعد 3 ماه و 20 روز بالاخره اون مردک به هوش اومد و من از اون جهنم لعنتی نجات پیدا کردم. پول زیادی خرج کردم تا اون مرد خودش شخصا رفته بود و رضایت داده بود به آزادی. از زندون که مرخص شدم بدون خبر خان و مادرم راهی ده شدم. دلم پر میکشید برای دیدنت. با خودم میگفتم حتما مهجبین الان شکمش اومده بالا. حتما قیافش عوض شده. گاهی دلم شورتو میزد. ترس اینو داشتم در نبودم بلایی سرت بیارن. اما با خودم میگفتم اگه ننه آقام بفهمن تو آبستنی دیگه شرایط فرق میکنه و قطعی از گل نازکتر بهت نمیگن. وقتی رسیدم ده نیمه شب بود. مراد که منو دید زبونش بند اومده بود و لال شده بود. انگار که روح دیده باشه. رنگ به صورت نداشت. پیرمرد بیچاره افتاده بود رو زمین و وحشت زده نگاه میکرد. زیر بازوشو گرفتم و بلندش کردم و با خشم بهش گفتم چته مردک؟ مگه روح دیدی؟ بریده گفت شما آقا کیومرثی؟ شما زنده ای؟ هیچی از حرفاش سر در نمی آوردم مهجبین. هیچی. رفتم از مطبخ یه لیوان آب آوردم و دادم دستش و فرستادمش بره بخوابه. گفتم حتما موقع نگهبانی خوابش برده و کابوس دیده و داره مزخرف میگه. خودم هم سریع اومدم سراغ اتاقت. اما در اتاقو که باز کردم و دیدم هیچ وسیله‌ای تو اتاق نیست، زانوهام سوس شد و همونجا روی زمین نشستم. 1000 جور فکر ناجور به سرم زده بود. اما بهترینش رو انتخاب کردم و با خودم گفتم حتما بردنش اتاق من. برای همین سری رفتم و اونجا رو هم گشتم. اما نبودی. هیچ رد و اثری ازت نبود. دیگه منتظر روشن شدن هوا نموندم. همون موقع رفتم اتاق خانو با صدای بلندی صداشون زدم. ننه و آقام وقتی اومدن بیرون و منو دیدن هر دو شوکه شدن. انگار انتظار آزادیمو نداشتن. اولین سوالی که ازشون پرسیدم در مورد تو بود. میخواستم بدونم کجایی و چی به سرت اومده. 1000 تا دروغ بهم گفتن مهجبین. اول گفتن تو رفتی. گفتن وقتی فهمیده تو زندونی شدی و ممکنه به این زودی آزاد نشی وسایلشو جمع کرده و رفته. اما من باورم نشد. آخه مگه میشد تو انقدر بی‌وفا باشی؟ اونم تو شرایطی که از من آبستن بودی. همون شبونه رفتم سراغ عادل. تو رو به اون سپرده بودم. امید داشتم اون جواب درستی بهم بده. اما نبود. نه عادل نه فردوس. انگار جفتشون آب شده بودن و رفته بودن تو زمین. هوا که روشن شد تازه یاد حرف مراد افتادم که برگشته بود بهم گفته بود مگه تو زنده ای؟ رفتم سراغش. مرد بیچاره کماکان رنگ به صورت نداشت. باز منو که دید شوکه شد. میگفت فکر کردم دیشب تو خواب و بیداری دیدمت. وقتی پاپیچه شدم که چی شده و چرا خیال میکرده من مردم جسته گریخته یه حرفایی بهم زد. گفت 4 ماه قبل یه شب یه جسم بیجونو انداختن وسط حیاط خونه و گفتن خانزاده مرده. گویا کل اهل ده عزا گرفته بودن واسم. پیر و جوان خیال میکردن من مردم. مراد میگفت اون جسم بیجونو خود خانویی که از افراد معتمدش غسل دادن و خاک کردن و نذاشتن کسی قبل از خاک سپاری صورت میت رو ببینه. معلوم نبوده کدوم بدبختی رو به جای من خاک کردن و همه جا چو انداختن که من مردم. وقتی سراغ تو رو گرفتم بهم گفت از همون شبی که صدای جیغ طلاقاتون تو عمارت پیچیده و همه از مرگ من با خبر شدن تو و عادل غیب شدید. سراغ فردوس رو گرفتم. بهم گفت دختر بیچاره تو طویله چه بلایی سرش اومده و همون روزی که من درگیر دادگاه بودم به خاک سپرده شده.
و من هرچی فکر می‌کردم بیشتر می‌فهمیدم چه اتفاقاتی دور و برم افتاده. این حرفا رو که شنیدم اول از همه رفتم سراغ ننم. با توپ پر رفتم سراغش. بهش گفتم اگه جای تو رو به هم نگه جوری خودم رو گم و گور می‌کنم که تا ابد نتونه منو ببینه. ننم اما این بار داستان دیگه‌ای واسم ساخته بود. بهم گفت 1 ماه بعد از زندونی شدنم تو با عادل ریختی رو هم و شبونه فرار کردی. باورم نمیشد. مراد تا حدودی کل ماجرا رو واسم گفته بود و دیگه دروغای اونا رو باور نمی‌کردم. از همون لحظه شروع کردم به گشتن بدون فوت وقت. همه جا رو زیر و رو کردم. حتی تا این شهرم اومدم. به امید اینکه تو گوشه‌ای از این شهر باشی همه جا رو گشتم. میگفتم چون قبلا اینجا زندگی کردی شاید واسه اینکه اینجا رو بلد بودی دوباره برگشتی اینجا. اما نبودی. هیچ رد و اثری از تو عادل نبود. برگشتم ده و دوباره همه رو سوال جواب کردم. یه مقدار پول و طلا از اتاقم برداشته شده بود. میخواستم بدونم دقیقاً چی به سرت اومده که شبونه فرار کردی و حتی نموندی تا ببینی جسم بیجونی که وسط حیاط افتاده واقعاً جسم بیجون منه یا نه. وسایل تو از زیر زمین جمع کردم و برگردوندم تو اتاقت. باورم نمیشد رفته باشی. روز و شب به فکرت بودم. با حساب خودم میدونستم که زایمان میکنی و نگم از حال روزم تو اون ماهی که به حساب خودم ماه آخرت بود. کل روزهای اون ماهو لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه‌اش رو عین اسفند رو آتیش بودم. به هر کس و ناکسی رو زدم و التماس کردم تا جای تو رو به هم بگن. حتی سراغ خانواده‌ام رفتم. اما اونا هم ازت بیخبر بودن. ننمو تهدید کردم که میرم بالای کوه و اون بلایی رو سر خودم میارم که تا یه عمر داغدارم باشن. اگر به هم نگه کجایی. اما همه روزه سکوت گرفته بودن. مادرم میگفت تو نارو زدی و با عادل فرار کردی. اون وسط شهنازم مدام سعی میکرد خودشو به هم نزدیک کنه و من تو جهنمی دست و پا میزدم که خلاصی ازش ممکن نبود. کارم شده بود زهر ماری خوردن و عربده کشیدن. حاضر نبودم از اتاقت بیرون بیام. شده بودم یه دائم المصرفی که با کوچکترین حرفی زمین و زمانو به هم میدوختم. با این وجود خان و مادرم از این شرایط راضی بودن. یعنی حاضر بودم من یه گوشه اون عمارت بیفتم و بخورم و عقلمو از دست بدم تا اینکه بخوام تو رو پیدا کنم. یه بار میگفتم با عادل فرار کردی. یه بار میگفتن محمود اومده پی تو، فیلت یاد هندسون کرده و طاقت نیوردی و باهاش رفتی. ولی مگه من باورم میشد؟ شاید اگر بی خبر بر نمیگشتم خان دهن همه رو میبست و نمیذاش من حقیقت رو بفهمم. شاید موفق میشد دروغاشو به خورد من بده و منو خام حرفاش کنه. اما نقشه‌هاش نقشه براب شده بود و من همه چیزو فهمیده بودم. بعدها فهمیدم اون مردی که اون روز باهاش دادگاه داشتم سر زمین قرار بود با من یه دعوای سوری داشته باشه. قرار بود در حدی کتک بخوره که کمی زخمی بشه و ازم شکایت کنه. من 1-2 روزی تو شهر دستم بند بشه. اما دست بر قضا اون اتفاق افتاده بود و به کما رفته بود. و همین باعث شده بود من برم زندون. که گویا برای پدر و مادرم زندون افتادنم خیلی بهتر از این بود که 2-3 روز بعد برگردم. چون اینجور تو اونقدر دور می شدی که هیچ طور دست من بهت نمی رسید. انگار خدا واسه شون ساخته بود. سهراب خوابش برده بود و کیومرث محکم منو بغل گرفته بود و با صدایی پرغم از روزهای سخت دوری می گفت. از روزهای تلخی که به دنبالم می گشت و من به تصور مرگش جایی دورتر از زادگاهم در غم نبودنش اشک می ریختم و حسرت یه بار دیگه بغل کردنش و بویدنش رو می کشیدم. سهراب و سر جاش خوابوندم و رفتم تو بغل مردی که هنوز باورم نمیشد دارمش، که برگشته و قراره تا آخر عمر سایه سرم باشه. کیومرث بیقرار بوسه‌ای به گردنم زد و زمزمه کرد اگه بدونی چه شبایی رو در حسرت نبودنت به صبح میرسوندم. چارقدتو کرده بودم بالش زیر سرم. بوی تنت هنوز بین لباسات بود. من چطور انقدر عاشقت شدم عجبین. این عشق چیه که تو تار و پود تنم نهفته شده و نمیذاره لحظه ای از فکرت بیرون بیام. اینا رو گفت و منو در آغوش کشید و نجوای عاشقونه زیر گوشم میخوند و بوسه بارونم کرده بود و فقط خدا میدونست که من از ته قلبم بعد از 2 سال تو آغوش اون مرد چه لحظات شیرینی رو سپری میکردم. کیومرث نجوای عاشقونه زیر گوشم میخوند و هر از گاهی بینش میگفت آخ مهجبین، نمیدونی من چقدر حسرت به دلمه. انقدر افسوس گذشته رو خوردم که باور کن قدر تک تک روزای با هم بودنمون رو میدونم و محال بعد از این بذارم قطر اشکی به صورتت بشینه. با این حرفش یه دفعه یاد شهناز و شکم برآمدش افتادم. خواستم از کیومرث در موردش سوال کنم اما زبون به دهن گرفتم.
نمیخواستم حال خوش اون لحظم رو با سوال نابجایی در مورد شهناز خراب کنم. از موقع نهار گذشته بود و سهراب از خواب بیدار شده بود و نقنق میکرد. کیومرث سری راننده رو خبر کرد و بهش گفت بره برای کل اهالی خونه کباب بخره. منیژه که شنید سری مانع شد و گفت کل اهل خونه نهار خوردن. اما حریف کیومرث نشد و قرار شد کباب و نگه دارن واسه شام بخورن. میگفت میخوام زودتر برگردیم امارت تا همه سهراب رو ببینن. میگفت شک ندارم ننم با دیدن سهراب کینه و کدورت رو میذاره کنار و با همون کنار میاد. نهار 3 نفرمون رو خوردیم و وسایل شخصیمون رو جمع کردیم. از شدت شوق رو پاهام بند نبودم. هرچند نمیدونستم جایی تو اون امارت دارم یا نه. اما بودن کیومرث بزرگترین نعمت بود واسم. تا وقتی اون بود نیازی نبود از چیزی بترسم یا بخوام به چیزی فکر کنم. ساک وسایل شخصیمون رو تو ماشین گذاشتم و باقی وسایل رو به منیژه بخشیدم و ازش خواستم هر جور دوست داره بین خودش و اهالی خونه پخش کنه. چند باری بغلش کردم و بوسیدمش و واسه تک تک روزایی که کنارم بود و بهم احساس امنیت میداد ازش تشکر کردم و بهش قول دادم هر زمان فرصت شد حتما بهش سر بزنم. منیژه با گریه سهراب و چسبون به خودش و رو به کیومرث گفت آقا کیومرث، این بچه رو من عین بچه خودم میدونستم. تو رو خدا هر وقت دونستید بیارید این بچه رو ببینم. دلم براش تنگ میشه. محجبی. خودت میدونی که تو عین خواهرمی. الهی که هیچ وقت تو زندگیت گرفتاری برات پیش نیاد. اما اگر روزی خدای نکرده اتفاقی افتاد بدون در این خونه برود بازه. من مرده یا زنده اینجا همیشه به تو پناه میده. اینو گفت و به سختی سهراب از خودش جدا کرد و با گریه به سمت اتاق خودش رفت. خواستم دنبالش برم که آسیه خانم مانعم شد و گفت بذار بار دلش رو سبک کنه. این مدت خیلی بهت وابسته شده. معلومه که براش سخت این دوری. منیژه رو به اهل خونه سپردم و بخشی از قلبم رو برای همیشه اونجا جا گذاشتم و به همراه کیومرث به سمت ده برگشتیم. من و کیومرث و سهراب عقب نشستیم و عادلم همراهی که از آدمای خان که راننده بود جلو نشستن. تازه اونجا بود که یادم افتاد اصلا سراغی از عادل و اینکه چطور کیومرث رو دیده نگرفتم. واسه همین رو به عادل گفتم شما نگفتی چی شد آقا عادل؟ چطور بعد از 4 روز پیداتون شد؟ به خدا که این 4 روز این 4 سال گذشت برام. همش حول اینو داشتم که شما بریده و اونجا خان پیداتون کنه و جای منو بفهمه. کیومرث دستی به شونه عادل زد و گفت عادل برادری رو در حقم تموم کرد. وقتی شبونه برمیگرده ده و از زبون آقاش میشنوه که من زندم و همه این ماجراها بازی بوده تا تو رو ازم دور کنن، همون شبونه میاد امارت تا منو ببینه و به هم بگی که تو و بچه‌مون کجایید. اما از بخت بدش گیر 2 تا از گماشته های خان میفته. برده بودنش جایی دور از امارت و حسابی از خجالتش در اومده بودن تا زبون باز کنه و جای تو رو بگه. اما عادل مرد و مردونه پای قولی که به تو داده بود مونده بود و لام تا کام حرف نزده بود. 3 روز بعد شبونه خودش رو به بیهوشی میزنه و وقتی مردی که مراقبش بوده خم میشه تا مطمئن بشه زنده است یا نه، عادل دست دور گردنش حلقه میکنه و به سختی خودش رو نجات میده. این بار عاقلانه تر رفتار میکنه و توسط پدرش به مراد خبر میفرسته که میخواد منو ببینه و آدرس جایی رو میده که فقط من و خودش ازش خبر داشتیم. مراد به ظاهر سمت خان و گوش به فرمان اون بود، اما قسم خورده بود هر کاری از دستش برمیاد انجام بده تا من بتونم تو رو پیدا کنم. وقتی مراد بهم خبر داد که عادل برگشته و جایی منتظر منه دیگه معطل نکردم. سری همراه 2 تا از آدمای معتمدم رفتم سراغش. بعد جور کتک خورده بود اما زبون باز نکرده بود. همونجا آدرس اینجا رو بهم داد و کل ماجرا رو برام تعریف کرد. بعدم خودش هم اومد تا راحت تر تو رو پیدا کنیم. با قدردانی گفتم تو تموم این 2 سال آقا عادل عین برادر بوده برام. واقعا اگر نبودن من نمیدونم این مدت رو چطور دووم می آوردم. عادل زیر لب تشکر کرد و سرش رو پایین انداخت. باید باهاش حرف می زدم و بهش می گفتم ماجرای خواستگاری از من و اصرارش برای ازدواج با من باید تا ابد بین خودمون بمونه و کیومرث هرگز از این ماجرا با خبر نشه. نمیخواستم بعد از این همه وقت کیومرث دلچرکین بشه و بهترین دوست و آدمش رو از دست بده. دوستی که در حق من برادری کرده بود و در حق سهراب پدری. کیومرث محکم دستمو گرفته بود و هر چند دقیقه یه بار بی توجه به حضور اون 2 نفر بوسه آرومی به دستم میزد. منم انگار بعد از مدت‌ها به آرامش رسیده بودم. نیمه راه بودیم که عادل نگران گفت ببخشید خانزاده،
اما با وجود اتفاقاتی که افتاده به نظر شما رفتن به امارت کار درستیه؟ آدمای خان میخواستن از زیر زبون من بکشن تا جای خانم رو بفهمن و بلایی سرشون بیارن. کیومرث خیره شد به جاده. سر سهراب تو بغلش گرفت و با تردید گفت خانم مادرم وقتی بفهمن من صاحب یه پسر شدم دلشونو با محجبین صاف میکنن. بعد این من نمیذارم بلایی سر زن و بچم بیارن. آهی کشیدم و چشم بستم. منم تو حرفای کیومرث تردید داشتم. میدونستم خان و طلا خاتون به این راحتی منو قبول نمیکنن. اون همه ماجرا و داستان نساخته بودن که من قوی تر از گذشته برگردم و بشینم سر زندگیم. 1000 بار تا که زبونم اومده بود تا سراغی از شهناز بگیرم. اما میترسیدم. ترس اینو داشتم که سراغش رو بگیرم و بفهمم شهناز هنوز زن کیومرثه و شکم بالا اومدش از کیومرث بوده. اون وقت باید چیکار میکردم؟ زندگی با یه هوای قوی و البته آبستن. اونم تو امارتی که همه به اون احترام میذاشتن و کسی چشم دیدن منو نداشت قطعاً این جهنم بود. نمیدونم چطور خوابم برده بود که وقتی چشم باز کردم هوا تاریک بود و سهراب بهونه گرسنگی رو میگرفت. ماشین توی یکی از شهرهای وسط راه نگه داشته بود تا غذا بخوریم و شب همونجا استراحت کنیم و صبح اول وقت باقی راه رو بریم. توی غذاخوری کوچیک نشستیم. راننده کیومرث رفت تا شام سفارش بده و کیومرث همراه سهراب برای شستن دستشون رفتن. به محض تنها شدن با عادل سری گفتم آقا عادل، تحت هیچ شرایطی نمیخوام کیومرث چیزی از اتفاقات گذشته بفهمه. حواستون باشه حتی کلمی از درخواست شما به گوشش نرسه. عادل شرمنده سرش رو پایین انداخت و گفت چشم خانم جان، حلال کنی تو رو خدا. به خدا قسم من حتی اگر 1% حدس میزدم خانزاده زنده باشه هرگز همچین غلطی نمیکردم. اصلا خودم زودتر میرفتم پیداشون میکردم. شما این خواهر منید. با دیدن کیومرث رو گرفتم از عادل و لبخندی به صورت کیومرث و سهراب زدم. کیومرث خوشحال کنارم نشست و با هیجان گفت آخ خدا، باورم نمیشه یه دفعه صاحب یه پسر 1.5 سال شده باشم. اونم پسر عین سهراب. مشخصه خیلی خوب تربیت شده. خیلی قشنگ حرف میزنه. انگار از سنشم بیشتر میفهمه. دستی به موهای پرپشت سهراب کشیدم و بوسه‌ای به سرش زدم. بعد از خوردن شام راهی یه مسافرخونه شدیم و 2 اتاق گرفتیم. عادل و راننده راهی یکی از اتاقا شدن و من و کیومرث و سهرابم تو اتاق دیگه. تا دمدمای صبح تو بغل کیومرث بیدار بودم و براش از روزای سخت نبودنش میگفتم. از دلتنگیام، از گریه‌های شبونم و از حسی که ته قلبم میگفت هنوز زنده است. نیمه‌های شب بود که دیگه نتونستم طاقت بیارم. به سختی دلو به دریا زدم و بعد از 100 بار سبک سنگین کردن گفتم یه سوال ازت دارم کیومرث. بوسه‌ای به پیشونیم زد و گفت میدونم چی میخوای بپرسی. زودتر از اینا انتظار داشتم سوال کنی. سکوتش که طولانی شد نگران گفتم نمیخوای در موردش حرف بزنی؟ نمیخوای بگی چه اتفاقی بین تو و شهناز افتاده؟ من دیدمش کیومرث. رفته بودم برای سهراب لباس بخرم که دیدمش. آبستن بود. شاید 7-8 ماهه. تو رو خدا نگو. از تصور چیزی که تو ذهنم میچرخید اشک به چشمم نشست. با خودم گفتم الانه که کیومرث بگه نه. من شهناز رو طلاق دادم. اونم رفته پی زندگیشو، رفته زن یکی دیگه شده و بچه دار شده. آخ که اون لحظه فقط همینو از خدا میخواستم. اما بعد از سکوتی کوتاه کیومرث با صدایی که انگار از ته چاه در میومد گفت شهناز هنوز زن منه. انگار قلبم از حرکت ایستاد. برای لحظه‌ای حس کردم هیچ صدایی نمیشنوم. انگار دیوارای اتاق داشتن بهم فشار می آوردن. تنم داشت زیر بار اون همه فشار له میشد. شهناز زنش بود و بچه‌ای توی شکمش از کیومرث بود. اشک بی اختیار کل صورتمو گرفته بود و نمیتونستم باور کنم. چطور عشقشو باور میکردم وقتی شکم شهنازو بالا اومده دیده بودم. واسه همین با ناباوری گفته بودی از عشق ما روز و شب نداشتی و شکم شهناز بالا بود. تو باهاش بودی کیومرث. وقتی میدونستی من جونمو برداشتم و فرار کردم چطور تونستی با شهناز باشی؟ دستمو گرفت و گفت بذار برات توضیح بدم محجب جان. به خدا قسم من نخواستم. اصلا هیچ چیز اونطور که تو فکر میکنی نیست. کیومرث میخواست حرف بزنه. اما من نمیخواستم توضیحاتش رو بشنوم. نمیخواستم بشینم تا شوهرم خودش رو بابت آبستن بودن زن دومش توجیه کنه. خواستم ازش فاصله بگیرم اما مانعم شد. نکن محجب جان. نکن عزیزم. بذار بگم برات.
دلم میخواست بمیرم. از تصور بودن کیومرث با شهناز، لمس کردنش، خوابیدنش کنارش، داشتم دق میکردم. کیومرث به زور بغلم کرد. هرچی تقلا کردم تا ازش فاصله بگیرم، اما حریفش نشدم. اونقدر بوسه به سر و صورتم زد تا تونست کمی آرومم کنه. من دوست دارم مهجبین. خودت میدونی که چقدر میخوامت. به خاطر جلوی هر کس و ناکسی ایستادم. بعد اینم چیزی تغییر نمیکنه. تو زن منی، عشق منی، مادر بچه منی. تو اون ماجرا هیچ چیزی تحت کنترل من نبود. من احمق خورده بودم و عقلمو از دست داده بودم. تو حال خودم نبودم. رفته بودم تو اتاق تو بلکه کمی دلم آروم بگیره. در اتاق باز شد و زنی با لباسای تو وارد اتاق شد. اونقدر منگ بودم که صورت تو رو میدیدم. صداش که کردم مهجبین، درست عین تو جوابمو داد. گفت جان مهجبین. اومد نشست کنارم. خودشو جای تو جا زد. از دوری و دلتنگی گفت. از اینکه مدتی برای نجات جونش فرار کرده و حالا برگشته پیشم. من اونقدر خورده بودم که حال خودمو نمیفهمیدم. چشم باز کردم، شهناز تو بغلم بود. لباسای تو رو پوشیده بود تا من احمق رو تو اون حال و هوایی که عقلم سر جاش نبود خام خودش کنه. به روح برادرم سهراب قسم، من حتی به یاد ندارم چطور بهش دست زدم. همه چیز اونقدر گنگ و محو بود، انگار تو خواب بودم، انگار همش کابوس بود. به خدا من اصلا یادم نمی اومد چطور باهاش بودم. ولی شهناز ادعا می کرد. یعنی چطور بگم؟ چنگی به موهاش زد و با حالی خراب گفت. حتی دستمال قرمز رو هم به من نشون داد. باورم نشد. محال بود من حتی تو اون وضعیت دست به همچین کاری بزنم. باهاش دعوا کردم. پرتش کردم از اتاق بیرون و بهش گفتم حق نداره اطراف من پیداش بشه. شهناز اما انگار به مراد دلش رسیده بود و دیگه کاری به کار من نداشت. ولی چند وقت بعد که قابل معاینش کرد و خبر از آبستن بودنش داد، فهمیدم گند زدم. بعد جورم گند زدم. اونقدر از دست شهناز و مادرم کفری بودم که نتونستم طاقت بیارم و شهنازو تو اون عمارت ببینم. دستشو گرفتم و آوردمش شیراز. نزدیک برادرش براش خونه گرفتم و سپردمش به برادرش و خودم برگشتم ده. هر بار میدیدمش یاد اون صبح لعنتی میافتادم. همش میگفتم اگه یه روز مهجبین برگرده چطور میخوای تو صورتش نگاه کنی و بگی همچین گندی بالا آوردی؟ به خدا قسم تو هر چی بگی حق داری. من یه غلطی کردم، تاوانش اما هر چی که تو بگی. فقط میخوام اینو بدونی که من تا ابد تو رو دوست دارم. شهناز فقط مادر بچه‌ایه که من هیچ حسی بهش ندارم. من اصلا باورم نمیشه اون بچه من باشه. سرشم 1000 بار با مادرم دعوا کردم. مادرم نمیخواست اجازه بده شهنازو ببرم شیراز. اما حریف من نشد. تهدیدش کردم اگر نذاره شهنازو ببرم خودم میرم و گم و گور میشم. الانم قرار نیست تو این وسط آسیبی ببینی. شهناز تا ابد همونجا میمونه. خانم خونه من تویی. حتی اگه نخوای تو عمارت بمونی. حتی اگر لحظه‌ای خانواده‌ام عذابت بدن، از اونجا میبرمت. اصلا هر چی تو بگی مهجبین. هر چی تو بخوای. و اونقدر گفت تا دلمو به دست آورد. کاری از دستم ساخته نبود. مجبور بودم سازش کنم با زنی که سایه سنگینش تا ابد قرار بود رو سر زندگیم باشه. فردای اون روز اول وقت به سمت ده حرکت کردیم. در حالی که حس می‌کردم ضربه‌ای به قلب و روحم وارد شده که هیچ جور قابل جبران نیست. هر لحظه که به ده نزدیکتر می‌شدیم، ضربان قلب من بالاتر می‌رفت. انگار تازه فهمیده بودم دارم به کجا برمیگردم. کیومرث که متوجه نگرانی من شد، دستمو سفت گرفت و با اطمینان گفت: نگران نباش، من کنارتم. ماشین که جلوی در عمارت نگه داشت، با ترس و لرز از ماشین پیاده شدم. کیومرث سهرابو بغل گرفت و دست منو محکم گرفت و به سمت ورودی عمارت رفتیم. مراد با دیدن ما هیجان زده جلو دوید و با خنده رو به کیومرث گفت: چشمتون روشن آقا جان. خوش اومدید خانم. خدا رو شکر. انشاءالله همیشه کنار هم باشید آقا. خدا پسرتون رو حفظ کنه. ماشاءالله. و بوسه‌ای به پشت دست سهراب زد و خودش رو عقب کشید تا ما وارد بشیم. با قدم‌های لرزون دوش به دوش کیومرث وارد حیاط عمارت شدیم. با دیدن شیرین که لب حوضی که مخصوص شستن لباسا بود نشسته بود و داشت لباس چنگ میزد، بی اختیار به کیومرث نزدیک شدم و آروم سمسمه کردم: این زن بود که با دروغاش منو فراری داد. کیومرث با نفرت نگاهی به شیرین که هنوز متوجه اومدن ما نشده بود انداخت و گفت: به حساب تک تکشون میرسم مهجبین. خیال نکن از این 2 سال دوری به راحتی میگذرم. هر کسی تو این ماجرا دستی داشته تاوان پس میده. اینو گفت و با صدای بلند شیرین رو صدا زد.
شیرین سرشو بالا گرفت. اما با دیدن ما چشماش 4 تا شده بود و هاج و واش مونده بود. انگار باورش نمیشد زنی که دست به دست کیومرث روبروش ایستاده مهجبین باشه. مهجبینی که با 1000 جور دروغ فراریش داده بود. کیومرث با غیظ و غضب گفت: گم شو بیا جلو. مگه نمیبینی وسیله داریم؟ شیرین با قدمایی سست جلو اومد. چشم از من نمیگرفت. واقعا ازش بیزار بودم. از زنی که تمام غم‌ها و غصه های منو میدونست و همچین رکبی به هم زده بود. شک نداشتم شیرین از همه چیز خبر داشته. وگرنه اینقدر سریع اقدام به فراری دادن من نمیکرد. شیرین که نزدیک شد کیومرث اشاره‌ای به ماشین کرد و گفت: وسایل خانومو برمیداری و میبری تو اتاق من. شیرین به سختی ها به دهنش قورت داد و به سرعت به سمت ماشین رفت. کیومرث این بار یکی دیگه از خدمه رو صدا زد و همونطور که داشتیم به سمت اتاق خود کیومرث میرفتیم رو به اون خدمه گفت: به خانم خبر بده تا نیم ساعت دیگه تو شاهنشین میبینمشون. از پله ها بالا رفتیم. به محض اینکه بالا رسیدیم برگشتم و نگاهی به حیاط انداختم و گفتم: درست همونجا جلوی اون در یه جسم بیجون انداخته بودن. مادر جوری جیغ میکشید که هیچ کسی به دروغ بودن اون ماجرا شک نمیکرد. صدای گریه کل عمارت رو گرفته بود. چطور تونستن انقدر راحت منو بازی بدن کیومرث نفس عمیقی کشید. تموم شد مهجبین. مهم اینه که بعد از این همه وقت دوری دوباره به هم رسیدیم. نمیذارم دیگه کسی تو رو از من دور کنه. هرگز اجازه نمیدم. وارد اتاق کیومرث شدیم. چند دست از لباسای من جای اتاق بود. با دیدن این لباسا لبخندی به لبم اومد. خواستم لباسا رو جمع کنم که تقی به در خورد و کیومرث با جدیت به فرماییدی گفت. در باز شد و شیرین با سری پایین تو آستانه در ظاهر شد. وسایلتون آوردم. کیومرث بدون اینکه به سمتش برگرده گفت: بیار داخل. شیرین چشمی گفت و ساکو آورد داخل. کیومرث به سمتش برگشت. قدم به قدم بهش نزدیک شد. میتونستم ترسو تو چشمای شیرین ببینم. دستشو مشت کرده بود و مردمک چشمش میلرزید. کیومرث توی حرکت ناگهانی دست انداخت دورش و محکم چسبوندش به دیوار. شیرین جیغ خفه‌ای کشید و با التماس گفت: چی کار میکنید آقا جان؟ تو رو خدا من چی کار کردم مگه؟ سر سهراب رو روی شونم گذاشتم تا شاهد بحث و دعوای پدرش نباشه. کیومرث از لای دندونای کلید شدش غرید: دماری از روزگار در بیارم شیرین که هر وقت اسم کیومرث خان رو شنیدی تن و بدنت بلرزه. صورت شیرین خیس اشک بود و با گریه میگفت: به خدا قسم من هر کاری کردم برای زنده موندن مهجبین خانم بوده. کیومرث با خش رهاش کرد و سیلی محکمی نثارش کرد. دروغ نگو زنی که یه وقیح. چطور میتونی تو صورت من نگاه کنی و دروغ بگی؟ شیرین خودش رو روی زمین انداخت و با التماس گفت: بذارید حرف بزنم آقا. به خداوندی خدا قسم اگه تا امروز ساکت موندم از ترس جونم بوده. من چیزایی میدونم که ازش خبر ندارید. کیومرث لگدی بهش زد و با خشم گفت: بلند شو این آدم بشین و حرفتو بزن. من غریبم بازیم در نیار. شیرین با گریه گفت: به کی قسم بخورم که باور کنید خانزاده؟ من اصلا کاری نبودم. اصلا قرار نبود مهجبین خانم فرار کنن. طلا خاتون با شهناز خانم نقشه کشیده بودن. حتی اولش خان هم در جریان نبود. قرار بود این ماجرا بین طلا خاتون و شهناز بمونه. شما هنوز نرفته بودید شهر وقتی من اتفاقی حین حرف زدن طلا خاتون و شهناز خانم صداشون رو شنیدم. میخواستم به محض رفتن شما به شهر کار مهجبین خانم رو تموم کنن. گفتن اول فردوس چون مانعی برای کارشون میشه و بعدم مهجبین خانم. میخواستم با زهر کارشون رو تموم کنن. من وقتی شنیدم اول خواستم به شما یا مهجبین خانم بگم، ولی شهناز خانم دستمو خوندن و مانعم شدن. تهدیدم کردن خانزاده. گفتن یه جوری خلاصم میکنن و جسم بیجونمو نیست و نابود میکنن که انگار هیچ وقت وجود نداشتم. ترسیدم. حق بدید بهم. من یه زن تنها و بیکسم. حامی نداشتم که دلمو بهش خوش کنم. واسه همین سعی کردم بهشون نزدیک بشم و نظرشون رو عوض کنم. من بودم که بهشون پیشنهاد دادم به جای از بین بردن مهجبین خانم اونو فراری بدن. بهشون گفتم اگه بلایی سر خانم بیاد شما میفهمید اونا تو ماجرا دست داشتن و محاله ببخشیدشون. گفتم بی خود یه جسم بیجون رو دست خودتون نذارید. بهشون پیشنهاد دادم بعد از رفتن شما به شهر به یه بهونه مهجبین خانم از عمارت دور کنن و بعد به شما بگم با محمود فرار کرده. اینجوری خانم از چشم شما میافتاد. حتی اصرار کردم با فردوس فراریش بدن. به خدا از وقتی جنازه بیجون فردوس رو دیدم دیگه آروم و قرار نداشتم.
همش حواسم بود مهجبین خانم باهاشون بحث نکنه تا شرایط بدتر نشه. طلا خاتون اما فکر همه جا رو کرده بود. قرار بود جسم بیجون یه مرد دیگر رو به عنوان شما جا بزنن. من بعدها فهمیدم میخواستن تو همون بلبشو بلایی سر مهجبین خانم بیارن. منتها من جلوتر از اونا وقتی هنوز کسی سراغ خانم نرفته بود، عادل رو خبر کردم تا بره و خانم رو فراری بده. من با عادل گفتم هرچی پول و طلا تو اتاق شما هست و برداره و با خانم از ده بره. میدونستم قراره شما رو چند روزی تو شهر معطل کنن تا بتونم با یه نقشه درست و حسابی مهجبین خانم رو از سر راهتون بردارن. با خودم گفتم عادل و مهجبین هر جا برن بالاخره یه روز برمیگردن ده و میفهمن همه چیز نقشه بوده. من هر کاری کردم به حساب عقل ناقص خودم بهترین کار ممکن بوده. اگه مهجبین خانم تو عمارت میمون زندش نمیذاشتن آقا. به خدا که در نبود شما یه بلایی سرش می آوردن. کیومرث با اخمایی در هم لگدی به ساق پای شیرین زد و گفت وای به حالت شیرین، وای به حالت اگه کلمه‌ای از حرفا دروغ باشه. الانم گم شو، از جلوی چشمم دور شو. خوبم حواستو جمع کن، یه خطای دیگه ازت ببینم میبندمت به دم قاطر رو پرتت میکنم از این عمارت بیرون و جوری رسوات میکنم که تفتفه کل اهل ده بشی. شیرین با گریه از جا بلند شد. تا دم در اتاق رفت، اما قبل از اینکه در رو باز کنه به سمتم برگشت و گفت مهجبین، خودت میدونی دروغ نمیگم. میدونی هر کاری کردم واسه زنده موندن تو بوده. الانم اگر حرفی میزنم به صلاح شماست. موندن شما تو این عمارت اشتباهه. خان و طلا خاتون استغفرالله خود خدا هم بیاد پایین، بازم مهجبین رو به عنوان عروسشون قبول نمیکنن. نه خودش رو نه بچهش رو. کیومرث تشری بهش زد و شیرین سری بیرون رفت. هرچند دروغاشو باور نداشتم، اما ایمان داشتم که حرفای آخرش راسته. بعد از اون همه تلاش برای حذف کردن من از زندگی کیومرث، مگه به این راحتی میذاشتن من کنار کیومرث زندگی کنم؟ واسه همین شیرین که بیرون رفت نگران گفتم حرفای آخر شیرین درسته کیومرث. خان و مادرت محاله بذارن ما کنار هم بمونیم. میترسم این خوشبختی که تازه به دستش آوردم رو از دست بدم. کیومرث دست دور کمرم حلقه کرد و با لحن پرتردیدی گفت من هستم مهجبین، نگران هیچی نباش. احساس خطر کنم از اینجا میبرمت. و خم شد و سهراب با بغل گرفت و دست منم گرفت و گفت بیا بریم، میخوام باهاشون اتمام حجت کنم. با قدمایی لرزون دنبالش راه افتادم. خدمه خونه همه تو حیاط جمع شده بودن و از دیدن ما متعجب بودن. صدای پشپچا به گوشم میرسید. همه منو زنی خوششانس میدونستن که بعد طلاقم تونسته بودم دل تک پسر خان رو اینجوری ببرم. با قدمایی لرزون دنبالش راه افتادم. کل خدمه خونه تو حیاط عمارت جمع شده بودن و از دیدن ما چشماشون داشت از حدقه بیرون میزد. صدای پچپچا هم به گوشم میرسید و هر کسی چیزی میگفت، اما واسه من هیچ کدوم از اون حرفا مهم نبود. وارد شاهنشین عمارت شدم، جایی که شاید یکی دو بار فقط به قصد تمیز کردن واردش شده بودم. اونجا مخصوص مهمونای خاص و عزیز خان بود و حالا کیومرث خواسته بود اینجوری ارج و قرب ما رو بالا ببره. طلا خاتون با اخمایی در هم و خان با عصبانیتی شدید تو شاهنشین بودن. طلا خاتون به محض دیدن سهراب که تو بغل پدرش بود و با تعجب و کنجکاوی به اطراف نگاه میکرد با لحن تندی گفت چه غلطی میکنی کیومرث؟ داری با زندگی چیکار میکنی؟ زن دست گل تابستنه، بردیشون سر دنیا تنها گذاشتیش که دست این زنی که یه هر جایی رو بگیری و با بچه‌ای که معلوم نیست از کیه بیاریش تو این عمارت. از توهینی که به سهراب کرد جیگرم سوخت. با بغض دست دراز کردم و سهراب از بغل پدرش گرفتم. کیومرث فشاری به دستم داد و با صدای بلند یکی از خدمه به اسم زینب رو صدا زد. طولی نکشید که زنی جوان دوون وارد شاهنشین شد. تا اون روز ندیده بودمش و مشخص بود در نبود من به عمارت اومده. کیومرث به سمتش برگشت و سهراب داد دستش و با جدیت گفت ببرش بالا تو اتاق من، درم قفل کن. حواست باشه تار مویی از سر بچم کم بشه به قیمت جون تموم میشه. با اعتراض گفتم نمیتونم از خودم جداش کنم کیومرث، به کسی اعتماد ندارم. کیومرث اما با اطمینان چشمش رو روی هم گذاشت و گفت مورد اعتمادمه، نگران نباش. ولی من نگران بودم. سهرابو که بردن دلم آشوب شد. دلم میخواست برگردم شیراز، برگردم جایی دور از اون عمارت و کنار بچم باشم. چند ثانیه‌ای از رفتن سهراب گذشته بود و احتمالاً خیال کیومرث راحت شده بود که بچم از اونجا دور شده، چون یه دفعه فریاد بلندی زد، جوری که من از جا پریدم و ترسیده نگاش کردم. کیومرث با صدای بلند رو به مادرش میگفت
حق نداری به بچه من توهین کنی. 100 بار به همتون گفته بودم مهجبین آبستن بوده. وقتی منو اسیر بند کرده بودی تا به نقشه‌های کثیف و شومتون برسید، به خان گفته بودم زن من آبستنه. گفتم زن و بچه‌مو به تو میسپرم. تو پدر من بودی. چطور تونستی با من این کارو بکنی؟ چطور تونستی منو از زن و جگرگوشم دور کنی؟ شما چطور آدمایی هستید؟ به والله قسم که شک دارم بچه شما باشم. من 4 ماه آزگار تو اون زندون لعنتی به شما التماس کردم رضایت بگیرید. چقدر گفتم یه بار مهجبینو بیارید ببینم. همش دست به سرم کردید. نقشه کشیدید و مرگ منو جل کردید تا بلایی سر زن و بچم بیارید. ترسیده پشتش پناه گرفتم. خان در سکوت داشت به کیومرث نگاه میکرد. تو چشماش اما چیزی بود که وحشت به جونم انداخته بود. جوری به کیومرث نگاه میکرد انگار ازش کینه به دل داشت. از کیومرث خشمگینی که انگار به سیم آخر زده بود. طلا خاتون اما نمیتونست آروم بمونه. واسه همین جیغی کشید و گفت این دختر فرار کرده بود. یادت رفته؟ با محمود رفته بود. فکر کردی محمود بهش دست نزده؟ فکر کردی این بچه‌ای که به تو بسته و تو یه ساده باور کردی واقعا بچه توئه؟ همه چیز یه حساب و کتاب ساده است کیومرث. این دختره که وقیح وقتی از محمود ناامید شد و برگشت آبستن بود. میفهمی؟ همه کار کرد تا تو رو به خودش نزدیک کنه، تا بچه اون مردکو بندازه گردن تو. اون بچه محموده، نه تو. دیگه نمیتونستم تحمل کنم. هر توهینی رو به خودم نشنیده گرفته بودم، اما توهین به بچه‌ای که میدونستم از هر حلالی حلال تره، قلبمو مچاله میکرد. من نذاشته بودم اشک به چشم بچم بشینه. من این بچه رو به دندون کشیده بودم تا به اینجا رسونده بودم. نذاشته بودم خاری به پاش بره. حتی صدای بلند منو نشنیده بود. پس نمیتونستم اجازه بدم هر تهمت و توهینی که به ذهنشون میرسه رو به زبونشون بیارن و نثارش کنن. به سختی جلوی گرگمو گرفتم و با لحن تندی گفتم از خدا بترسید. چطور میتونید همچین تهمتی به این طفل معصوم بزنید؟ چی گیرتون میاد از این همه فتنه تو زندگی من؟ این 2 سالی که من نبودم حال کیومرث رو ندیدید؟ چرا نمیخواید بذارید ما زندگی کنیم؟ هان؟ طلا خاتون خواست حرفی بزنه که کیومرث فریاد زد ساکت. بس مادر. بس طلا خاتون. زورتو به رخ همه ما کشیدی. نشون دادی از مهر مادری هیچ بویی نبردی. بسه. من اومدم امروز حرفای آخرمو بزنم و برم. اینو گفت و دست کرد از جیب کتش یه کاغذ در آورد و بازش کرد. این سند این امارته. خان بعد از مرگ سهراب به نامم زد. سند زمینای بالاده، زمینای زراعی نزدیک جاده و تک تک باغ‌های ده، تمام مال و املاک خان. همه رو دارم. همش به نام منه. قانونی هم به نام من شده. خان با رضایت خودش به نام من زده چون خیال می‌کرد بعد از فوت سهراب دووم نمیاره و این املاک به دامادا میرسه. به دخترها هم هر کدوم یه زمین داده و بس. نمیخواست بیشتر از این ارث به دختر برسه. اینا رو گفتم تا تو طلا خاتون در جریان باشی، چون میدونستم بی خبر بودی از این ماجراها. حالا من اینجام تا حرف آخرم رو بزنم. به اینجا یه حرفش که رسید نزدیک من شد. دستمو محکم تو دستای مردونش گرفت و با قاطعیت گفت مهجبین زن منه. سهرابم پسر منه. هیچ کسی هم نمیتونه بین ما جدایی بندازه. بعد این همه کاره این ده منم. خانه این ده منم. صاحب این عمارت منم. تک تک خدمه عمارت رو بیرون میکنم و آدمای خودم رو به جاشون میارم. زن و مردایی که تا پای جون به هم وفادار باشن. شما هم میتونید تو این عمارت بمونید و زندگیتون رو بکنید. اما اگر چشم دیدن من و زن و بچم رو ندارید، خودم واسهتون یه خونه تو ده میگیرم تا برید و بقیه زندگیتون رو اونجا ادامه بدید. طلا خاتون با ناباوری گفت چی میگی واسه خودت کیومرث؟ اصلا میفهمی چی میگی؟ جلوی ما ایستادی چه چرندیاتی سر هم میکنی؟ میخوای ما رو از خونه خودمون بیرون کنی؟ از شدت ترس و هیجان تمام بدنم میلرزید. این وسط سکوت عجیب خان هم ترس منو بیشتر کرده بود. کیومرث نگاه تندی به مادرش انداخت و گفت من هیچ کسی رو از خونم بیرون نمیکنم. اما اگر ببینم کسی تو خونم به خانواده‌ام توهین میکنه، البته که بیرونش میکنم. اینو گفت و منو به سمت در خروجی کشون. نرسیده به در، خان با لحنی عجیب گفت مطمئنی میخوای همچین کاری بکنی؟ نیم نگاهی به کیومرث انداختم. مردمک چشماش میلرزید. مشخص بود خودش هم میلی به این کار نداشته و به اجبار این حرفا رو زده. مجبورم کردید خان. خودتون میدونید بیشتر از 3 ساله این املاک به نام منه. ولی من حتی یه بار نخواستم از این موضوع سوء استفاده کنم. ولی شما منو مجبور کردید. الانم بذارید من زندگیمونو بکنم تا مجبور نشم این حرفا رو بزنم. اینو گفت و منو کشید بیرون. وارد حیاط که شدیم تازه انگار نفسم بالا اومد. باورم نمیشد کیومرث به خاطر ما دست به همچین کاری زده باشه.
از ترس اینکه بلایی سر سهراب بیاد بی حرف از پله ها بالا دویدم و سری به سمت اتاق کیومرث رفتم. در زدم و در رو واسم باز کردم و چش تو چش شدم با شیرین که سهراب توی بغلش بود و داشت تو اتاق میچرخوندش. زینبم کاسه غذا به دست پشت در ایستاده بود و منو نگاه میکرد. جیغی کشیدم و جلو دویدم. سری بچه رو از دست شیرین کشیدم بیرون و گفتم به چه حقی به بچه من دست زدی؟ هان، یالا گم شو بیرون. حق نداری به من و بچم نزدیک بشی. شیرین با ناراحتی گفت فقط میخواستم به زینب کمک کنم تا بتونیم بهش غذا بدیم. با نفرت نگاش کردم و گفتم بی خود، حق نداری به بچم دست بزنی. فهمیدی؟ تا روزی که من زنده‌ام حق نداری به بچه من نزدیک بشی. برو پیش طلا خاتون جونت، ببین دیگه چه نقشه‌ای واسه ما داره. کمکش کن نقشه‌هاشو عملی کنه. بعدم تشری به زینب زدم و گفتم آقا بچه رو به تو سپردن. اگه قرار بود این زنی که بچه‌مو برداره، خانونو به تو نمیداد. از عمد گفتم خان تا بفهمم بعد از این خانه جدید امارت کیومرثه. شیرین با ناراحتی از اتاق بیرون زد. کیومرث که اومد با اعتراض گفتم این اون زنی بود که بهش اعتماد داشتی؟ نگفتم به شیرین اعتماد ندارم. به چه حقی بچه منو داده دست اون زنی که؟ کیومرث نگاه تندی به زینب انداخت. زن بیچاره که معلوم بود زبونش تو دهنش نمیچرخه با ناراحتی گفت ببخشید خانزاده. به خدا سهراب خان گریه میکردن، من حریفشون نمیشدم. شیرین صداشو شنیده بود، با کاسه غذا اومد، گفت بهش غذا بدیم آروم بگیره. یه دفعه چیزی به ذهنم رسید. نگاهی به ظرف غذا انداختم و وحشت زده گفتم شیرین برای سهراب غذا آورد و خیلی زود سهراب زمین گذاشتم و حمله ور شدم سمت زینب. گره چارقدشو گرفتم و هولش دادم سمت دیوار و فریاد زدم چرا لالمونی گرفتی و جواب نمیدی؟ شیرین برای بچه غذا آورد. زینب ترسیده گفت بله خانم، از مطبخ آورد. یکم آب گوشت بود، زیادم نخوردن. جیغی کشیدم و گفتم اگه توش سم ریخته باشه چی؟ اگه بخوام بچه‌مو از سر راه بردارن چی؟ کیومرث سری جلو اومد، بازوی منو گرفت و گفت چی کار میکنی مهجبین؟ سهراب پسر منه، کسی جرئت نداره همچین غلطی بکنه. اما ترس کل وجود منو گرفته بود. حق داشتم بترسم. من جسم بیجون فردوسو تو اون شرایط وحشتناک تو طویله دیده بودم. جسم بیجون حاجی رو دیده بودم. ماجرای مرگ نعمت رو شنیده بودم. من حتی هنوز شک داشتم که خان و طلا خاتون تو مرگ خانواده حاجی نقش داشتن یا نه. پس عجیب نبود اگر از این آدما میترسیدم. از آدمایی که این آب خوردن، آدما رو از سر راهشون برمی داشتن و بعدم منکر میشدن. کیومرث که بیقراری منو دید، پنجره اتاقو باز کرد و با صدای بلندی شیرین رو صدا زد و ازش خواست با ظرف غذای سهراب بیاد بالا. کمی بعد شیرین بود زده وارد اتاق شد. تا در رو باز کرد سرش داد زدم چی به خورده بچم دادی؟ هان، چی کار کردی؟ سم به خوردش دادی؟ آره. و یقه لباسش رو گرفتم و هولش شدم وسط اتاق. کیومرث سری به سمتم اومد و بازومو گرفت. چی کار میکنی مهجبین؟ هنوز نرسیده، چرا باید سم به خورده سهراب بدن؟ خیالاتی شدی؟ حق به جانب گفتم تو که این خیالت نیست کیومرث خان. تو که مثل من 2 سال تمام زمین و زمانو به هم ندوختی واسه بزرگ شدن و قد کشیدنش. این بچه نشد، بچه شهناز هست. اصلا چرا ما رو آوردی جایی که هیچ کسی چشم دیدن ما رو نداره؟ من نمیتونم اینجا بمونم، حتی واسه یه لحظه. کیومرث دلخور نگام کرد. پشیمون از تندی که کرده بودم سهرابو بغل گرفتم و با گریه گوشه‌ای نشستم. کیومرث نمیفهمید درد منو. نمیفهمید چطور من تو تک تک روزایی که زنش بودم و تو اون عمارت زندگی میکردم از ترس جونم غذامو با 1000 جور وسواس میخوردم. کیومرث که ندیده بود جسم بیجون فردوس بیچاره رو، نشنیده بود تهدیدای جدی مادرش رو. سکوتی که اتاق رو فرا گرفته بود و شکستم و رو به شیرین گفتم از غذایی تو کاسه بخور، همین الان. شیرین مات و مبهوت مونده بود. وقتی دیدم نگاه میکنه جیغ کشیدم و گفتم بخور، زود باش، از اون غذا بخور. وقتی دیدم کاری نمیکنه بچه رو گذاشتم رو زمین و رفتم سراغش. کاسه رو از دستاش که انگار خوش شده بود گرفتم و قاشقی پر کردم و به زور تو دهنش فرو کردم. شیرین با گریه لقمه رو قورت. کمی که گذشت و دیدم حالش تغییری نکرده دلم آروم گرفت. کیومرث زینب و شیرین رو از اتاق بیرون کرد و خودش به سمتم اومد. کنارم نشست و با ملایمت دستی به بازوم کشید. نکن اینجوری با خودت عزیزم. خیال نکن عالم آدم دشمن تو هن. با گریه گفتم غیر اینه، 2 سال ما رو از هم جدا کردن. عالم آدم دست به یکی کردن تا منو از این عمارت فراری بدن. بعد میگی دشمن ما نیستن.
همین شیرین کم دروغ گفته به ما؟ چرا تو این مدتی که من نبودم همین حرفا رو به تو نزده؟ چرا یه بار نیومده بگه من باعث بانی فرار عادل و مهجبین شدم؟ این زن حزب باد کیومرث، هر کی اونو تهدید به مرگ کنه به اون خدمت میکنه. از کجا معلوم ازش نخوان ما رو چیز خور کنه؟ کیومرث نفس عمیقی کشید. از این به بعد آدمای این عمارت فقط و فقط به ما خدمت میکنن. خانه اینده بعد از این منم. تو هم لازم نیست بابت چیزی نگران باشی. اینو گفت و از اتاق بیرون زد. دلم میخواست یه آدم معتمد و وفادار نزدیکم داشته باشم. یکی درست این فردوس. با یادآوری خواهر کوچیکترش که اون موقع حدوداً 11 ساله بود فکری به سرم زد. با خودم گفتم کیومرث که برگشت بهش میگم خبر بفرسته پی خواهر فردوس تا اون بیاد امارت ببینم اونم عین خواهرش زرنگ و وفادار هست یا نه. هرچند هر کسی جای اونا بود از 7 فرسخی امارت هم رد نمیشد. اما اگر کیومرث میخواست آدمای خودشو به امارت بیاره منم میتونستم ندیمه مخصوصی برای خودم داشته باشم. فکرای زیادی تو سرم بود. فکرایی که برای اجرا کردنش به زمان نیاز داشتم. اون شب تو اتاق کیومرث موندیم. کل روز بدون کیومرث حتی جرئت نداشتم پا از اتاق بیرون بذارم و خیلی خوب میدونستم نمیشه اینجوری ادامه داد. ترس کم کم زندگیمونو مختل میکرد و آرامش رو ازمون میگرفت. کیومرث کل خدمه رو به صف کرده بود و تک تک آدمایی که میدونست وفادار به خان و طلاقاتون هستن و بیرون کرده بود. صدای گریه و زاری و التماس خدمه میومد اما خان حتی از اتاقش بیرون نیومده بود. از کل خدمه و نگهبانا فقط مراد و یه مرد جوان به اسم قاسم مونده بود که همون راننده‌ای بود که ما رو به ده آورده بود. از زنا هم زینب و اون دختر لال و البته شیرین. نمیفهمیدم چرا کیومرث هنوز به این زن اعتماد داشت. در حالی که به نظر من شیرین از همه بیشتر تو اون ماجرا مقصر بود. بعد از بیرون کردن خدمه قدیمی چند زن و مرد جوان وارد عمارت شده بودن. انگار از قبل مراد همه چیز رو هماهنگ کرده بود چون هر کسی میدونست دقیقاً وظیفه‌ش چیه. از پشت پنجره داشتم به حیاط نگاه می‌کردم که چشمم به صورت آشنایی خورد. مهسا بود، خواهر کوچیکترم که حسابی بزرگ شده بود و قد کشیده بود. هیجان زده با شوق پنجره رو باز کردم و صداش زدم. سرش رو که بالا گرفت و منو دید با اجازه مراد به سمت بالا اومد. در اتاقو باز کردم و به سمتش دویدم. محکم بغلش کردم و زدم زیر گریه. دلم حسابی واسش تنگ شده بود. کمی که رفع دلتنگی کردم با هم به سمت اتاق رفتیم. مهسا با دیدن سهراب که غرق خواب بود لبخندی زد و گفت مبارکت باشه. خبر نداشتم خاله شدم. کنار خودم نشوندمش و با هیجان گفتم بشین. اندازه یه دنیا حرف دارم باهات. هیچ خبری ازتون نداشتم تو این مدت. چی کار کردین؟ ننه و آقا چطورن؟ پسرا؟ خودت؟ قطره اشکی روی گونه مهسا افتاد. آهی از ته دل کشید و گفت ننه فوت شده. 1 سال و 2 ماه قبل. با ناباوری نگاش کردم. ننه چطور باور میکردم؟ اش نشست روی گونم و گفتم پس چرا من خبر ندارم؟ چطور این اتفاق افتاد؟ چرا ننه به این زودی فوت کرد؟ مهسا با بغض گفت اون اواخر حالش خیلی بد بود. سکته کرده بود. دیگه حرفم نمیتونست بزنه. بهروز و برزو هم که زن گرفتن و رفتن پی زندگیشون. سال به سالم به ما سر نمیزدن. من مونده بودم و بهرام و آقا. همه زحمتای ننه هم رو دوش من بود. خبر فوت خانزاده که تو ده پیچید گفتم اینم از اقبال مهجبینه. انگار خوشی به خواهر من نیومده. همون موقع ها خواستم بیام سراغت که گفتم فرار کردی و رفتی. میخواستم بیام ازت کمک بخوام واسه نگهداری از ننه. گفتم عروس خان شدی حتما یکی رو تو دست و باله داری که بیاد کمک حال من بشه. اما تو رفتی و حتی پشت سرتو نگاه نکردی. نگفتی ننه‌ای داری، آقایی داری. حالا ما به درک. فکر ننه رو نکردی که آخر عمری چشم انتظار تو بود. بعد جور بی وفایی کردی مهجبین. زندگی هممونو خراب کردی و رفتی. تو تموم این سالها صدق سر گندی که اون مرده که الهی آتیش به قبرش بباره به زندگی من زد. یه خواستگار در خونه ما رو نزده. اگرم کسی بود 4 تا پیرمرد زن مرده بود که یه پاشون لب گور بود. تا ننه بود یه کلفت خونه بودم و زندگی همه رو جمع و جور می‌کردم. ننه که فوت شد هنوز 40 نشده بود. آقا رفت دست یه زن بیور رو گرفت و آوردش تو خونه. عقدش کرده بود. بعدها فهمیدم همون موقع که ننه سکته کرده بود و افتاده بود رو جا آقا رفته بود زنیکه رو عقد کرده بود. به خدا آبجی هیچی واسهشون کم نمیذاشتم. کل کارای ننه رو میکردم. نهار و شامم به راه بود. خونه هم عین دسته گل بود. همه این کارا رو میکردم
تا فکر زن گرفتن به سرش نزنه. میدونستم ننه رفتنیه، نمیخواستم بعد از مرگش یکی دیگه بیاد جاش. میدونستم اگر آقا زن بگیره من دیگه جایی تو اون خونه ندارم. اما آخرم همینطور شد. زهره که پاش به اون خونه باز شد، اول تلاششو کرد منو بهرامو از اون خونه بیرون کنه. بهرام که شکر خدا رفت شهر واسه درس خوندن. همونجا با چند نفر پول گذاشتن روی هم، یه خونه کوچیک گرفتن، هم درس میخونه هم کار میکنه. اما من بدبخت شدم سربار خونه برادرا. یه روز خونه برزو، یه روز خونه بهروز. عین یه کلفت کار میکنم تا یه لقمه نون با منت بذارن جلو. زهره خانم امر کرده تو این خونه یا جای منه یا جای دختر ترشیدت. آقا هم با وقاحت بیرونم کرد. گفت من چه که تا این سن موندی و شوهر نکردی. دیگه نگفت خودش باعث بانی شوهر نکردن منه. خدا رو شکر اگه خودت رفتی و پشت سرتو نگاه نکردی، شوهرت هر از گاهی سری به ما میزد. اون اواخر چند باری هم دیدن ننه اومد. الانم چون فهمیده بود من افتادم زیر دست زن برادرای از خدا نشناسم، خودش شخصا اومد و بهم گفت اگه میخوام میتونم به عنوان خدمه ی امارت بیام اینجا. گفتشم ندیمه تو. تا امروز نوکر برادرام بودم بیمزد. از امروز بشم نوکر تو، با این تفاوت که این بار مزد میگیرم. مهسا اینو گفت و با تلخی رو گرفت ازم. حق میدادم بهش. مهسا بیگناه تقاص زیادی پس داده بود. دست دورشونش انداختم و بوسه‌ای به گونه‌اش زدم و با گریه گفتم نگو اینجوری جونم. تو خواهر منی. جات رو چشم منه. به خدا قسم اگه میدونستم زودتر از اینا میومدم سراغت. ولی خودمم شرایط خوبی نداشتم تو زندگیم. اونقدر با هم بازی کردن و دسیسه واسم چیدن که کل فکرم به زندگی خودم بود که چطور خودم از شر درد سرایی که واسم ساخته بودن نجات بدم. اما بعد از این کنار تمابجی. به خدا که دیگه تنهات نمیذارم. نوکر چیه؟ تو خواهر زن خانه این دهی. همینجا کنار خودم میمونی. کلی با مهسا حرف زدم تا یکم دلشو به دست بیارم. بعد این همه وقت دلم میخواست یکی رو کنارم داشته باشم که هم خون خودم باشه. که بتونم با خیال راحت بهش اعتماد کنم. مهسا که کمی دلش نرم شده بود، شروع کرده بود از بدیای زن آقا گفتن. میگفت زنی که انتظار داره با 50 و اندی سال سن بچه دار بشه و ارثخور بیاره واسه آقا. میگفت کل خونه رو ریخته بیرون و آقا رو مجبور کرده وسایل جدید بخره. حرصش گرفته بود که اون زن یه دفعه اومده و صاحب خونه زندگی ننه شده. حقم داشت. از فکر این که ننه چشم انتظار من از دنیا رفته بود کلی گریه کردم. با اینکه سالها بود باهاشون رفت و آمد نداشتم، اما بالاخره مادرم بود. حتی دلم میخواست واسش خیرات کنم و برم سر مزارش. با کمک مهسا وسایل قدیمیمو آوردم و لباسامو مرتب کردم. سهراب که از خواب بیدار شد، مهسا با شوق بغلش کرد و گفت ماشاءالله بهش، چه بچه قشنگی. الهی دامادیشو ببینی آبجی. بعدم مشغول بازی با سهراب شد. موقع صبحانه که شد، زینب سینی صبحانه رو آورد تو اتاق. مهسا سری جلو رفت و سینی رو ازش گرفت. نگاهی به زینب انداختم و با جدیت گفتم مهسا بعد از این کنار من میمونه. هر زمان خواستی غذا بیاری برای اونم بیار. زینب با تردید گفت خانزاده خبر دارن خانوم؟ به تندی گفتم اولا که خان، نه خانزاده. کیومرث خان بعد از این خان این آبادیه. منم زن خانم. حرف من و خان یکیه. تو چی کاره ای؟ یالا برو رد کارت. زینب شرمنده چشمی گفت و بیرون رفت. مهسا با تعجب نگام کرد و گفت واقعا شوهرت خان شده؟ پشت چشمی نازک کردم و گفتم بله که شده. کیومرث الان خان آبادیه. کل املاک باقرخان به نام اونه. حتی این عمارت. بعد این هیچ کسی نمیتونه به من و بچم زور بگه. تا چند روز دیگه هم طلا خاتون و خانه سابق از اینجا میرن. اون وقت من میشم همه کار یه عمارت. مهسا با طعنه گفت راستی حبود کجا سابجی؟ شنیدم آبستنه. گفتم کیومرث به خاطر آسایش من و پسرش اونو برده شهر تا چشم من بهش نیفته. از روز اول اگر مادرش تو زندگی ما فتنه نمی کرد، اون زنی که الان هووی من نبود. مهسا خنده‌ای کرد و از سر بد جنسی گفت چی بگم آبجی؟ حالا عقد کردنش فتنه مادر شوهرت بود. آبستن شدنش چی؟ با حرص نگاش کردم. لقمه کره و مربا گرفت و همونطور که میخورد شونه‌ای بالا انداخت. حالا انقدر سری بهت بر نخوره. من خواهرتم. حرفیم اگر میزنم از سر دلسوزیه. بعد صبونه به امسینی رو هل دادم سمت مهسا و همونطور که سرم گرم عوض کردن لباس سهراب بود گفتم اینو ببر مطبخ، بعد بیا از زندگی برادرها بگو واسم. کی ازدواج کردن؟ کیا رو گرفتن؟ بچه دارن یا نه؟ مهسا قرولند کنان از جا بلند شد و سینی صبونه رو برد و خیلی زود برگشت. بعدم اومد نشست کنارم و از زندگی برادران گفت.
جفتشون تو آخرین ماهای زندگی ننه عروسی کرده بودن تا ننه آرزو به دل نمونه. بهروز با دختری که از همسایه‌ها ازدواج کرده بود و سنش پا به ماه بود. برزو هم با دختر داییم ازدواج کرده بود اما هنوز بچه‌ای نداشت. مهسا مدام تو حرفاش به عروسا فحش میداد. زن آقام رو نفرین میکرد و میگفت اینا باعث شدن زندگی من خراب بشه. میگفت اگر بهروز به جای دختر همسایه میرفت دختر بزرگه عمو وسطی رو که هم سن خودش بود میگرفت، زنمو هم میومد به جبرانش منو واسه پسرش عقد میکرد. مشخص بود زندگی تو اون سالها حسابی به مهسا سخت گرفته و از اون دختر شیرین زبون دختری تلخ و بیرحم ساخته. تو سرم بود که کسی رو اطراف کیومرث پیدا کنم، مردی که سرش به تنش بیارزه و بتونه یکی دونه خواهرمو خوشبخت کنه. اینجوری لااقل عذاب وجدانم کمی کمتر میشد. خدمه امارت که عوض شدن خان فهمید که کیومرث تو تصمیمش جدیه. طلا خاتون تمام خدمه مورد اعتمادش رو از دست داده بود و همه اینا رو از چشم من میدید. حتی چند باری صدای داد و فریادش رو شنیده بودم که میخواست بیاد تو اتاق من، اما هر سری آدمای کیومرث بهش اجازه نمیدادن به اتاق من نزدیک بشه. احساس قدرت و غرور میکردم از اینکه طلا خاتون پشت در اتاقم داد میزد و فحش میداد اما نمیتونست بیاد داخل. خوشحال بودم. همین که این زن هرس میخورد واسم بس بود. اون روز طرفای غروب بود که ماشین کیومرث وارد حیاط شد. سری دستی به لباسم کشیدم و لبم رو با ماتیک سرخ کردم و به مهسا گفتم مهسا پاشو سهرابو بردار ببر پشت پرده، الان کیومرث میاد اینجا. مهسا اخ میکرد و گفت حالا از کجا معلوم بیاد اینجا؟ جوابشو ندادم. طولی نکشید که در اتاق باز شد و کیومرث خسته وارد اتاق شد. به استقبالش رفتم. دست دور گردنش انداختم و بوسه‌ای نثارش کردم. بی نهایت دلتنگش بودم. اگه دست خودم بود دوست داشتم چند روزی همونجا تو شیراز بمونیم و رفع دلتنگی کنیم. کیومرث دست دور کمرم حلقه کرد و زیر گوشم گفت سهراب کجاست؟ پیش مهساست. خیلی کار خوبی کردی مهسا رو آوردی. با وجود اون خیالم بابت سهراب راحته. اینو که شنید سرش آورد نزدیک صورتم که سری مانع شدم و آهسته گفتم تو اتاقن، پشت پردن. کیومرث با اکراه عقب کشید. معذب مهسا رو صدا زدم تا سهرابو بیاره. کیومرث احوال پرسی گرمی و مهسا کرد و سهرابو بغل گرفت و گفت اینجا رو خونه خودت بدون مهسا خانم. اگه تو این اتاق راحت نیستی میتونم یکی از اتاقای پایین یا حتی یکی از اتاقای بالا رو بگم برات خالی کنن. میخوام اینجا بمونی و چشم و گوش منو محجبین باشی. به تک تک خدمه سپردم حرف تو حرف منو محجبینه. هر چیزی هم لازم داشتی کافیه از خدمه درخواست کنی. میخوام اینجا راحت باشی، عین خونه خودت. مهسا پشتش نازک کرد و گفت دست شما درد نکنه، اما والا که آدم هیچ جا جز خونه خودش راحت نیست. منم صدقه سر بی غیرتی آقام و برادرامه که خونه ای ندارم. الانم صدقه سر شماست که اینجا به من جا و مکان دادید. اگر مردی نداشته باشه یه اتاق نزدیک محجبین داشته باشم خوب میشه. اینجوری بیشتر حواسم به محجبین هست. کیومرث لبخندی زد. انشالله خیلی زود خودت ازدواج میکنی و صاحب خونه و زندگی میشی. تا اون موقع هم قدمت رو چشم ما. دوست ندارم کم و کسری داشته باشی. امشب اینجا بمون، به زینب میسپرم یکی از اتاقا رو فردا واسط حاضر کنن. کیومرث اینو گفت و رو به من کرد. حالا خیالت راحت محجبین خانوم؟ دیگه نمیترسی؟ خیالم که راحت نبود. مخصوصا که مهسا اون خواهر دلسوزی که من فکر میکردم اصلا نبود. اما مجبور بودم بهش اعتماد کنم. هرچی بود بهتر از یه غریبه بود. لبخندی زدم و از سر تعارف گفتم معلومه که خیالم راحته. مهسا خواهرمه. میدونم هرچی بشه مهسا همه جوره پشتمه. منم هواشو دارم. میگردم یه جوون لایق و خوب واسش پیدا میکنم که قدر جواهر این خواهرمو بدونه. به هر حال هر کسی از خودش با جناق خانه اینا بادی بشه. مهسا با خجالت سرشو پایین انداخت و گفت دیگه از من گذشته آبجی. اخ میکردم. یعنی چی از من گذشته؟ تو شهر دخترای همسن و سال تو هنوز شوهر نکردن. تازه میگم فرنگی‌ها هم دیر شوهر میکنن. تو هم که سنی نداری. از قشنگی هم که ماشاءالله چیزی کم نداری. مهسا همونطور که سرش پایین بود لپاش گل انداخت و لبخندی رو لبش نشست. کیومرث بی‌طاقت نگام کرد و گفت اگه خیالت راحته سهراب و مهسا امشب اینجا بمونن، تو بیا اتاق من. یه سری اسناد هست باید حتما ببینی. نیم نگاهی به مهسا انداختم و عجیب بود که تو همون نصف روز چقدر سهراب بهش عادت کرده بود. از حق نمیگذشتم. مهسا هم سهراب رو دوست داشت و مدام قربون صدقش میرفت. اما من هنوزم ترس داشتم از فتنه طلا خاتون، از دسیسه هایی که ممکن بود بازم برام بچینه. کیومرث اما دستمو گرفت و گفت
خیالت راحت باشه. جز ما را 2 نفر دیگه کل شبو بیدارن و حواسشون حسابی جمعه. هیچ کسی نمیتونه به خانواده‌م آسیب بزنه. مهسا هم سری تکون داد. برو آبجی. عین چشمم مراقبشم. بعد از کلی سفارش همراه کیومرث راهی اتاقش شدم. تا در اتاقو بست بیقرار بغلم کرد و زیر گوشم گفت اگه بدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود. مهسا رو آوردم تا یکم چشم از بچت بگیری و به فکر دل من باشی. با خنده بوسه‌ای به گردنش زدم و دل به دلش دادم. و بعد از ساعتی که با کیومرث گذروندم گفتم کیومرث، گفته بودی میخوای یه سری سند نشونم بدی. نفس عمیقی کشید و با تردید گفت میخوام این عمارت رو به نامت بزنم. هاج و واج نگاش کردم. باورم نمیشد. زدن یه ملک به نام زن تو اون دور زمونه کار مرسومی نبود. حتی گاهی ارثی یه زن رو هم به نام شوهرش میکردن. اون وقت حالا کیومرث میخواست اون عمارت به اون بزرگی رو به نام من بزنه. اصلا باورم نمیشد. حس میکردم خوابم. اما نه، خواب نبودم. ولی خب تو چشماش تردید و میدیدم. برای همین سری گفتم من راضی نیستم کیومرث جان. این عمارت مال توئه. کیومرث اخ میکرد و گفت من و تو داره مگه؟ میخوام این عمارت رو به نامت بزنم و به همه بگم تا بفهمن من به تو عین چشمام اعتماد دارم. نمیخوام کسی بعد از این از گل نازکتر به تو و سهراب بگه. نمیخوام پشت سر مادر خانزاده و بانوی اول این عمارت حرف و حدیثی باشه. با شوق بوسه محکمی نثارش کردم. نمیتونستم جلوی هیجانمو بگیرم. همش احساس میکردم خوابم و الان یکی از خواب منو بیدار میکنه. کمی به خودم مسلط شدم و گفتم اما اگر خانه طلاقاتون بفهمن اینجوری فقط بیشتر با من دشمن میشن. اگه به منه دوست دارم از اینجا بریم کیومرث. بریم یه جا دور از همه آدمایی که چشم دیدن خوشبختی ما رو ندارن. من میترسم. حتی حالا که خدمه عوض شده میترسم تو غذامون چیزی بریزن. میترسم بلایی سر سهراب بیارن یا باستو رو جای اسیر بند کنن و منو آواره. من دیگه طاقت ندارم کیومرث. دیگه توانی واسم نمونده. نمیتونم دوری تو رو تحمل کنم. حتی همین چند ساعتی که از عمارت میری دلم عین سیر و سرکه میجوشه. همش حول اینو دارم که نکنه بلایی سرت بیارن. منو کشید سمت خودش و بوسه‌ای به سرم زد و آروم گفت نمیخوام نگران چیزی باشی. بعد این هیچ کسی نمیتونه آسیبی به شما بزنه. اون شب از شدت شوق و هیجان و همینطور دلهره تا نیمه های شب خوابم نبرد. از یه طرف تصور این که طلاقاتون بفهمه اون عمارت بزرگی که روزی کلفتش بودم قراره به نام من بشه لبخند به لبم می آورد. اما از طرفیم از دسیسه های طلاقاتون می ترسیدم. طلاقاتون زنی نبود که به این راحتی دست بکشه از کاراش. فردای اون روز با دستور کیومرث اتاقی برای مهسا حاضر کردن. اتاقی در نزدیکی اتاق من. خدمه تا ظهر کل اتاقو از وسایل قبلی خالی کردن و مهسا هم وسایلشو تو اتاق چید. یه تخت فرش 6 متری و یه پرده مخمل بلند به دستور من به اتاقش بردن و خیلی زود اتاق شکل قشنگی به خودش گرفت. موقع آماده شدن اتاق چند باری طلاقاتون رو دیده بودم. با صورتی قرمز شده از خشم همراه شیرین تا نزدیک اتاقم اومده بود و برگشته بود. من اما سرخوش از حرص خوردناش مدام با صدای بلند خدمه رو صدا می زدم و به عمدهشون امر و نهی می کردم تا حرصشو بیشتر در بیارم. مهسا که ساکن اتاق شد انگار خیال منم راحت شد و بعد از اون مهسا رو فرستادم تا همیشه تو مطبخ باشه و موقع کشیدن غذا شخصا اونجا باشه و همه چیز رو چک کنه. 3-4 روزی از اومدن مهسا گذشته بود. دنیا به کامم بود و خیال می کردم دیگه هیچ کسی نمیتونه کامم رو تلخ کنه. طلا خاتون و خان هم به طرز عجیبی سکوت کرده بودن و به ندرت از اتاقشون بیرون می اومدن و من با وجود اینکه ازشون می ترسیدم اما خبر نداشتم که این آرامش قبل از طوفانه. یادم اون روز صبح مهسا رو برای صبحونه آوردن فرستاده بودم. اما مهسا هنوز نرفته برگشت و چنان نفس میزد و قرمز شده بود که با تعجب گفتم چی شده مهسا؟ نرفته برگشتی؟ دستی روی قفسه سینش گذاشت و وحشت زده گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.